خواهرجان میدونی با کدام مقصد من تو رو اینجا فریاد کردم؟ نه نمیدونم. اکنون راستی گپ رو بگویم تو هم دختری کلان شدی. این سال نصیب باشد دانشگاه رو نیز ختم میکنی با سری بلند. ولی وظیفه هر پدر و مادر، اکه و دادر در این است که خواهر خودش را در این نوبت نیز خوشبخت کند. راستی من به خلاصه اومدم که تو رو با ظهوربک خانه‌دار سازم. چی؟ با ظهوربک؟ سلام دوستانی عزیز، رقم های اویکسی رو که در اینجا گذاشتگیم در حقیقت باوریناک است. زنگ زنید به تمام گوشه دنیا به زودی چیپته ها رو دسترس نمایید. از نام کانال ما گپ زنید، تخفیف وجود دارد. بابا ظهوربک همه کار را بگذاران، هم تو سون کار میکنی هم من. بله چخیل اکا جان، شما دیگر مگر آدم نیفتید که با شفیورتون مرا خانه‌دار کردن میخواهید؟ ما ای نمکدانی که نمک خوردگیم توف نمیکنیم. اگر همین مسئله باشد میتونی که دیگر زنگ نزنی. دلتون با من نمیسوزد اکا جان؟ آخه من خواهر شما هستم. شما چخیل مرا با وی میدهید؟ آخه اویله ما کجا و اویله ویا کجا؟ چخیل میشود اکا جان؟ بود کردی خواهر جان. من یه دو گپ میزنم، فراموش نکن. زمانی که پدر ما نیست با مادرمون اویله‌دار شد، چون ظهوربک کمبغل بود، نانی خوردنی نداشت، آبرو نداشت، خویش و تبار از او میگریختند. حالا که به یک جای رسیده است، همه در دور او تاب خورده ایستادند. به مصلحت او گپ سر نمیکنند. از همه مهمش میدونی چی است؟ جایی که خیانت نیست زندگی ادامه مییابد، خوشبختی نیست پیدا میشود. тамошобини азиз, хоҳиш месозам дар канал подписатсия намуда комментария ва лайкро фаромӯш насозед.